پاشو بابا، این چی کار داری هی اینجا؟ شماها اینجا چی کار میکنی؟ چه خیلی این دختر داد میزنه. اون فقط یه بچه است، منظوری نداشت. اون داره جلب توجه میکنه. باید تو خونه باشه، نه اینکه خودشو تو بازار نشون بده. من هیچ پسری ندارم به جز یه نوزاد. مجبورم که دخترم کن. بلند شو. ولی من باید بلند شو. من تو رو میشناسم. همینطور ادریس، من یه زمانی معلم تو بودم و تو هم شاگرد. تو وقت ما رو با یاد دادن چیزای بیخودی طرف کردی. من به طالبان پیوستم و حالا با دشمنای مثل تو میجنگم. من دشمن به حساب میام. خدا برای گناهانم پای منو گرفته. داری منو مسخره میکنی؟ اما تو جنگ از دست دادم، جنگی که من و تو با هم توش مبارزه کرد. دخترت چند سالشه؟ ادریس. اما اون یه بچه است. خب بچه است که بچه است، بالاخره بعد ازدواج کنه دیگه. اون به یه نفر دیگه قول داده. اون بقیه رو تحریک میکنه. شاید تو باید نگاهتو از روی اون برگردی. چی گفتی؟ گفتم بهش نگاه نکن. بی خود کردی با من اینجوری افسدی. میتونم بکشمت. بس دیگه، بیا بریم. حالت خوبه؟